شیخ محمد رحمه الله بچه عبدالوهاب یک شخصی است که اگر کتاب از او مطالعه بکنه کسی، حالات زندگی از او در او زمان که کدام او سپری کرده مطالعه بکنه، برات واضح میشه که چی رقم شخص بوده و چی کارهایی کرده. در همچو مقابله و در همچو قربانی یقینا در هر زمان هر کسی استاد شده نمیتونه. این کار کسی میتونه که یقینا جان خود فدای دین الله بکنه و جان خود فدای تحقق امر حق بکنه. هر کس نمیتونه. مبارزه عملی را علیه قبر پرستی ها و پیر پرستی ها شروع کرد و شرک ریشه‌کن ساخت. امروز در ساحل عربستان شاید هر قسم گناهگار و گناه موجود باشه. اگر شراب بگوی، اگر زنا بگوی، احتمال داره موجود باشه، اما شرک وجود نداره. امروز در عربستان خرد و کلان، زن و مرد کتاب توحید شیخ محمد رحمه الله را حتما حفظ کرده، یاد کرده، مطلبش میدانه. چرا؟ به خاطر ازی که اصل گپ در اینجا است که یگانه و اساسی چیزی که در زندگی انسان است او عقیده به توحید و یکتاپرستی الله متعال است. اگر انسان در اعمال خطا شود شاید الله متعال بخشش کنه، یا است که الله متعال مطابق امو اعمال زشتش عذاب بده، لیکن آخر الامر نظر به داشتن عقیده یکتاپرستی الله در جنت میبرشه. اما اگر برعکس عقیده توحید الله نداشتی، عقیده یکتاپرستی الله را نداشتی، ولو که کل عمرت در ریاضت تیر بکنی، در تهجد تیر کنی و کل مالت در راه الله مصرفم بکنی و یک نمازتان بدون تکبیر اولام تیر نشوه و همه روزای فرضی را چی میکنی که نفلی را بگیری، لیکن باز هم بوی جنت در دماغت نمیه، کل اعمالت هباء منثور است. او مرد درک کرده بود که این عقیده چقدر اهمیت داره در زندگی انسان و چقدر مردم از این غافل است و چقدر مردم در نعوذ بالله چای هلاکت از این ناحیه افتاده. امروز در سطح جهان کتاب شیخ محمد رحمه الله کتاب توحیدش فقط یگانه درسگاه است. در یک منطقه جهان نمیبینی که کتاب توحید تدریس نشوه و او توزیع نشوه، تشریح نشوه، به خاطر شناخت عقیده توحید الله. او واقعا یگانه کتابی است که همه موضوعات توحید مکمل بیان کرده و ریشای شرک کشیده. ولی با تاسف دشمنای دین وقتی فهمیدن که اگر این ملت ها پس رجوع بکنه به مو کتاب الله، به مو حدیث رسول الله، به دو چشمه های دین که هیچ کدورت و خیٹی در او وجود نداره، شبهه وجود نداره، آرا و نظریت کسی امرای این دو منبع وجود نداره، مردم باز نه قطما دوستی میکنه، نه ایله بازی میکنه، نه مصلحت بازی میکنه، نه پشتی مساله میگرده، یا باز خط مستقیم قرآن و حدیث میگیره. این یهود و نصارا باز در دیار ما گاهی هم کافر کامیاب نمیشد. امروز شما میبینی اولین دشمن این استعمار و این دنیای کفر فقط عقیده سلفیت است. دیگه عقیده را کار نداره، بلکه مسجد و مدرسه را برش تاخته رویسته، هیچ حراسی از پیش نداره. حراس فقط از یک نقطه است. اون نقطه کدام است؟ رجوع به قرآن و حدیث. ما معتبر نستیم، اشخاص معتبر نیست پیش از وا اینمی اندیشه و اینمی مفکوره و اینمی نظام معتبر است. هر کسی که به این نظام، به این اندیشه، به این فکر رجوع بکنه استعمار نمیگذارشه، میفهمه که یا حقیقت دینی خود درک میکنه. باز ما نمیتونیم امرای از وا سودا بازی بکنیم، نمیتونیم. از همون خاطر شما امروز مطالعه بکنید، خودتان نظر بندازه دنیای کفر دشمنی کدام طایفه است ببینیشه. این را مکمل باید بدانیم، این را باید عقیده بکنیم، یقین بکنیم. و امی یکی از جمله نشانه های حق است الحمدلله که رجوع به قرآن و حدیث است.